مقامات تاجیک خواستار منع خواندن خطبه عقد نکاح از طرف روحانیان شدند که رسما امام خطیب مساجد نیستند. مسئولان کمیته دین میگویند طرح این پیشنهاد الکی به پارلمان و دادستانی کل فرستاده شده است. مقامات های داخلزا سریع به جوابگری کشیدن نکاح کننده که به نکاح شرعی که به مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی و عمل میبرد کار کرده ایستادند و میتواند که همون نکاح غیر قانونی که از جانب دیگر نفران کرده میشد پیش روی آن گیرد. طبق این طرح روحانیانی که رسما امام مساجد نیستند و عقد نکاح شرعی میبندند از طرف مقامات مجازات میشوند. مسئولان این طرح اندیشه دارند که جزای معمولی به چنین روحانیان میتواند پیامدهای منفی نکاح ها را کاهش دهد. با گفته مسئولان کمیته دین تصمیم آنها به خاطر جلوگیری از نکاح نابالغان و نکاح‌هایی است که در اداره ثبت اسناد حالت شهروندی به قید گرفته نشده اند. حالا امام خطیبان مساجد مسئولیت دارند از نوخانه‌داران حتما خط زکس را پرسیده و سپس نکاح کنند. در تاجیکستان که بیش از 90% اهالیش را مسلمانان تشکیل می‌دهد، عقد نکاح شریعتی در برابر نکاح‌های دولتی امری مهم است. در برابر پیشنهاد مقامات برای جزای روحانیان غیر رسمی ضمن خواندن خطبه نکاح در جامعه اندیشه ها گوناگون است. اگر برخی آن را جانبداری کنند، برخی دیگر این تصمیم را محدودسازی آزادی های شهروندان می حسابند. پیش از همه باید بگوییم که از سال 1929 در تاجیکستان عقد نکاح دینی دیگر با رسمیت مثل عقد نکاح دولتی شناخته نمی شود. از این خاطر من هیچ گونه منطق را نمی‌بینم که یک نفر را یگان مثلا استادش یا نفری که با او اعتماد دارد، باوری دارد یا که با او اخلاصمند است اون نکاح کند. بسیاری از نفران پدر و مادران با یک نفر پیری سال خورده یا شخصی با تقوا، یک نفری که با او با تقوایش و با دانشش باور دارند و میخواهند که او فرزندشان را نکاح کند و از دامان آنها فرزندای پاک سالم به دنیا بیاید. قانون تاجیکستان سن ازدواج را از 18 سالگی مقرر کرده، تنها در حالتهای استثنایی و آن هم با اجازه دادگاه نکاح با افراد زیر 18 را اجازت می‌دهد. در ماه ینور سال 2011 وقتی این اصلاح به کدکس عائله و نکاح وارد شد، برای پایمال کردنش در کدکس جنایی نیز مجازات مقرر شد. به تمام خادمان دینی در تاجیکستان دستور شده بود که بدون سند ثبت رسمی نکاح در اداره دولتی ثبت حالتهای شهروندی کسی را نکاح نکنند. مقامات میگویند ظاهراً این تاکیدها چندان کارگر نبوده است. با گفته مسئولان وقت خواندن خطبه نکاح رسما به اختیار امام خطیب ها میگذرد، ساکنان نیز برای حل مسئله به روحانیان دیگر مراجعت نخواهند کرد. شادمان یتیم، مومن احمدی، آزادی دوشنبه.